سلام، امیدوارم که خوب باشید. بهتون قول داده بودم نقد و بررسی این شیکر نینجا رو بذارم و امیدوارم بعد از دیدن این ویدیو جواب خیلی از سوالهاتون رو بگیرید و البته نظر شخصیم رو هم حتما در پایان این ویدیو بهتون میگم. یکی از بیشتر سوال‌ها همیشه این بوده که آیا این شیکر واقعا یخ رو خوب میتونه پود کنه. من تصمیم گرفتم دقیقاً یک مقدار یخ رو با کمی آب بریزیم داخل این شیکر و ببینیم به چه صورت این رو بلند می‌کنه و ببینیم آیا به صورت کامل یخ رو میتونه بلند کنه یا اینکه مقداری ازش ممکنه که باقی بذاره. بریم ببینیم. خب این دقیقاً بعد از یک دور شیک 3 عدد یخ و مقدار کمی آب بود و همینطور که توی ویدیو هم می‌بینید هیچ مقداری از این یخ رو باقی نذاشته. پس نتیجه می‌گیریم که این شیکر میتونه واقعا یخ رو خیلی خوب پودر کنه. فقط یه نکته داره، اونم اینه که یه وقت‌هایی ممکنه وقتی که با مواد خشک‌تر، میوه‌های سفت‌تر و اینها همراه باشه نتونه اونطور که باید و شاید به صورت کامل یخ رو پودر کنه و این تجربه شخصی خودم. نکته دیگه که مهمه بدونید اینه که برای استفاده از این شیکر مقدار مواد سفت و خشکتون نباید اونقدر زیاد باشه که تیغه دستگاه قفل کنه و نتونه به راحتی موادتون رو میکس کنه. یعنی چی؟ یعنی همیشه مقداری مایعات مثل شیر، آب باید جزء مواد میکستون وجود داشته باشه که اون تیغه بتونه راحت بچرخه و موادتون رو میکس کنه. یعنی همیشه نید کلی مواد سفت مثل ماست و میوه‌های سفت رو بریزید توی این شیکر شارژی و انتظار داشته باشید که به صورت کامل اون رو شیک کنه. نه، ممکنه که تیغه دستگاهتون قفل کنه. حالا بریم نتیجه اینو با هم ببینیم.